حاجی چند تا مخ داره میبینم. فکر کنم جای خوبی باشه. آیا خرک خوشیه. ما همون جا رو برای زندگی انتخاب میکنیم، اسمش رو میذاریم لمرد. سلام خدمت اجداد گرامی. ما نسل آینده سال 1404 اومدم خدمت شما که بهتون بگم بابا اینجا نمال زندگی کردنه. به خاطر 2 تا درخت خرما، 2 تا خرک و رطب اینجا نویسید. پاوید بیرید طرف سپیدان، بیرید شمال کشور، بیرید اصفهان، اونجا باشید که ما هم نسل بعد شما هستیم جای خوش آب و هوا زندگی بکنیم. بابا ما پختیم گرما، نه آب داریم، نه برق داریم، نه هوا داریم، هیچی نداریم. بچه برو دنبال بازیت. حاجی 100 سال دیگه فوشمون نمیدن که چرا اینجا رو برای زندگی انتخاب کردیم.